دوستان گشایش اسکاتلندی رو من میخوام به طور کامل برای شما تشریح کنم، غیر از اون گامبی اسکاتلندی که در 3 پارت خدمت شما تقدیم کردم. پس بنابراین میریم این رو بررسی کنیم. E4 E5 از F3 از C6 و D4 E در D4 اس در D4 وزیر در D4. حالا اینجا اگر اس بیاد F6 و ما یه دونه برونیم به اس، مانور نداره و اگر فرض کنیم بیاد اینجا با یه J4 اس رو میتونیم بگیریم. پس بنابراین الان این رو فرض بگیریم که برمیگرده میره J8. وقتی میره J8 حالا ما اینجا یه فیل C4 کنیم، آماده قلعه رفتن میشیم و همه چی به نفع ماست، به خاطر اینکه اسب حریف 2 بار حرکت کرده و در نتیجه زمان رو از دست داده. و مطمئن باشید هر طرفی که زمان رو از دست میده برای گشایش و گسترش مهرهاش قطعاً محکوم به شکست خواهد بود. خب این یک شاخه که ما اینجا اصلا قبل از این که بخواد این اسب رو بزنه، اسب D4 رو بزنه، اسبش میاد F6. وقتی اسب میاد F6 باید از پیاده E5 دفاع کرد. اسب میاد C3. اسب وقتی میاد C3 حالا فرض میگیریم که B4 و این اسب رو آشمز میکنه برای زدن پیاده E4. اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا خیلی ساده اسب رو در C6 میزنید، اسب C6 رو میزنید، اون معمولا با B میزنه به خاطر اینکه میخواد مرکز رو برونه و تقویت کنه. و خدمت شما عرض کنم که بعدش حالا شما میخواین از این نقطه دفاع کنین، میایین و فیلتون رو D3 میکنین. این هم یک شاخه. خب حالا برمیگردیم عقب و اینجا فرض میگیریم فیلش رو میشینه به اسب D4 ما و بعد ما باید اینجا دفاع کنیم. در E3 باید از اسب دفاع کنیم. حالا اگر یه اشتباه فاحشی اون انجام بده و اسبش رو بیاد در F6، اینجا یه سوار به راحتی از دست میده. ما وقتی میزنیم در اسب C6، اون اگر با این بزنه وزیر رو میزنیم و اینجا در واقع یک فیل ما جلو میفتیم. خب حتی اگر با به هم بزنه هیچ فرقی نمیکنه، باز این رو میزنیم. و خب حالا برمیگردیم عقب. فرض میگیریم که طرف مقابل D5 کنه. خب D5 میکنه برای اینکه بیاد این پیاده E4 ما رو بزنه. خب ما باید چیکار کنیم؟ ابتدا فیل میاد اسب رو آشمز میکنه و چاره ای جز فیل D7 نداره. اینجا پیاده در D5 میزنیم. فرض میگیریم الان اینجا میاد یک کیش میده، اسب بر میگرده E2 و بعد اینجا وقتی اسب رو بر میداره میشینه E5، ما سوارمون رو تعویض میکنیم و باز همه چی به نفع ماست. حالا فرض کنیم که اینجا میریم قلعه و اینجا الان وزیر جلوی شاه قرار داره، سعی میکنه که این وزیر رو از جلوی شاه برداره و میاد D6. اینجا باز با تمپ ما میشینیم به وزیر میاد B6، باز گسترش میدیم از C3. حالا اگر این اشتباه فاحش رو در واقع
وزیر انجام بده، بلافاصله رخ به 1 وزیر میره در آسه و اینجا با تمپ ما میشینیم به وزیر. وقتی میشینیم به وزیر هر جا بره ما 37 رو زدیم و رخ طرف رو گرفتیم. این رو هم در نظر داشته باشید که اگه این وزیر رو الان دیگه بر نداره قطعا یکیش میخوره، وزیرش هم میتونیم بگیریم. پس همه چی الان اینجا به نفع پوزیشن مهره سفید هستش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید واقع بشه و بتونین حریفای سرسخت خودتون رو شکست بدید. یک نکته دیگه هم هست که حالا براتون عرض میکنم. اگر چنانچه یه مقدار برمیگردیم عقب، خیلی باید برگردیم عقب. خب اینجا فرض میگیریم که بعد از تعویض اسب در د4 و وزیر در د4 این د3 کنه. خب این د3 میکنه در واقع داره دفاع فیلدور بازی میکنه. ما بلا فاصله باید چیکار کنیم؟ اسب رو C3 کنیم و آماده بشیم هرچه سریعتر برای رفتن قلعه بزرگ. اون اسبش رو F6 میکنه، اسب F6 رو آچمز میکنیم با فیل G5 و بعد از اون فیل میاد E7 و ما قلعه بزرگ میریم. وقتی میریم قلعه بزرگ اونم قلعه کوچیک میره. حالا شما میتونید عرض کنم پیاده ای رو برونین به اسب و اون مجبوره بزنه، شما میزنین. الان وزیرش زیر ضرب قرار میگیره، وزیر یک جا بیشتر نداره، میره در E8. حالا 3-7 رو میزنیم. خب حالا این باز گسترش میخواد بده، فیلش رو در میاره که ما بلا فاصله با فیل B5 میشینیم به وزیر کجا بره؟ وزیر مجبوره مثلا بیاد اینجا و در این نقطه فیل سیاهش رو از دست میده و باز هم ما برنده ایم. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه و یادتون باشه ویدیوهای فوق‌العاده حیرت انگیزی در راه داریم براتون دارم آماده میکنم که پر از تله‌های استراتژیک هستش و برای اینکه ما رو از دست ندید حتما یادتون باشه اون زنگوله رو بزنید که این ویدیوها به شما اعلان بشه. تا درود دیگر، بدرود.